پس من نمیفهمم چرا باید آقا سلام، خوش اومدید به این ویدیو. آقا ما بعد 5 نمیدونم چند روز شده دوباره چرا ما بر میگردیم پشمام. آقا ما برگشتیم با ادامه گیم فایو نایت ات فردیز ورژن پرشن. منطقی سید، ما خودمونم قراره سر این گیم فشار بخوریم، پس خواهش میکنم چشمای خودتون رو با اسید بشورید. کن از اول دوباره قراره بریم. آقا من این تماسه رو قطع میکنم. برید پارت یک رو نگاه کن اصلا ببینید داستان چه قراره، بعد بیا گیم رو ببین. خب آقا ما سری قبل اینقدر تلاش کردیم ببینیم منظور این دفترچه راهنما چیه. بذارین یکم بهتون توضیح بدم. من بعد یک عالمه تحقیق توی اینترنت و تمامی مطالبی که کلا سازنده بازی اومده بود ارائه کرده بود متوجه شدم که منظور از ظرف توی میز اینه، این یعنی یه ظرفه و منظور از چشم چپ این حیوان که به قولی اسمش راکسیه این چشمشه، که چون ما بازی کنیم و مستقیم داریم نگاه میکنیم اللحاظ دیدگاه ما، دیدگاه اول شخص، سمت چپ این چشمه. اولین کاری که گفته چشم چپ رکسی را روی ظرف میز قرار بدیم. خب چشم چپشو که برداشتیم میایم اینجا و روی میز میذاریم. بعد نوشته دکمه مشکیه روی صورت او را فشار داده. الان من سوالم اینه کدوم دکمه مشکی؟ حاجی نکنه منظورش همین چششه. من رید 1 2 3 امتحان میکنیم. خیلی خوب، ببخشید مزاحم شدم، داشتم مولنگوها رو چک میکردم. نه کارت ادامه بده. اوکی. مرد که مریض نوشته درس راستی یادت نره بعد از تعمیر ربات‌ها دکمه کنار در رو فشار بده. اگه کارتو درست انجام داده باشی چراغ سبز میشه. اینطوری ربات‌ها روشن میشن و سازگاریشون با اون قطعات چک میشه. نمیخوایم توی رستوران وقتی ربات رو روشن میکنیم خراب باشه. خب پوفیو نوشته در صورت مشاهده قطع اضافی در فک برداشته شود و در ظرف قرار گیرد. دیگه چی؟ درکش و یک چشم برداشته و روی رکسی قرار دهید. چشم یک چشم برداشته و چشم سبز رو برمیداریم و روی رکسی قرار شت. نوشته دکمه زیر فک رکسی را بعد از قرمز شدن فشار دهید. دیگه اینقدر حواسمون هست هر موقع قرمز شد میزنیم. اول دکمه پایینی لباس بارنی را بچرخانید و رها نکنید. چی رو؟ خب او شیت. خب دکمه باز شد. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? خب الان ما نوشته که سپس همین کار رو پاپیون بارنی را در ظرف قرار دهید. اوکی 3 2 1. اوکی الان باز پاپیون رو بذاریم توی ظرف. در نمیخواد ببندیم. اوکی یکی از چرخدنده درست کار نمی‌کنند. آن را تنظیم کنید. پاپیون بارنی را سر جای خود برگردانید. همه اوکی میچرخن. این اوکی شد. بعد نوشته چیکار کن؟ آن را تنظیم کن و پاپیون رو بذار سر جاش. خب این از پاپیون رو میذاریم سر جاش. حالت شیک در میاد و بعدش نمیشه بعد پایان دکمه قرمز کنار در را فشار دهید.
یعنی چی؟ خب این سه تا درسته. خب اینم درسته، اینم درسته. یک دو سه امتحان میکنیم. بعد از پایان کار خب الان دیگه کاری دیگه این نمونده نه؟ میتونیم در رو وا کنیم؟ نه در رو نمیشه وا کرد. یس یس. الان چه گویی باس بخورم. 1 2 3 1 2 3 6 5 6. در ببند. اخ باشی دمت گرم. کارت خوب بود. برو یکم استراحت کن تا کار بعدی تو بهت بگم. میتونی بری اتاق کارمندان یکم تلویزیون تماشا کن و یا بشین. اوه راستی یادت نره رباتا تا صبح روشنن، پس ممکنه گهگاهی بهت سر بزنن. نگران نباش، اصلا خطری ندارن. امیدوارم حرف درست بوده باشه. اوه نگاه کردن به راست، نگاه کردن به چپ. تعویض کانال. از انواع مختلف گرفته تا همبرگرها و غذاهای به به اصلا موزیکو بچسب، به هیچی فکر نکن. گور بابای رباتا. استراحتمون تموم شد. ای بابا حاجی فرش ایرانی. خب دیگه وقتشه بریم سراغ کارهای کامپیوتری. برو به اتاق سرور و کارهایی که اونجا هستن انجام بده. میخوایم مطمئن بشیم که ربات‌ها از نظر نرم افزار هم سالم هستن. معمولا هر هفته توی برنامه‌هاش یه سری باگ‌ها ایجاد میشه که باید اونام رفع بشه. خب طبق معمول ربات‌ها اونجا میان. رکسی شدیداً به امواج کامپیوتری علاقه داره و ممکنه بیاد پیشت. اگه حضورش تو رو اذیت میکنه میتونی موقتا کامپیوترتو خاموش کنی تا از اونجا بره. کارت که تموم شد بیا به اتاق امنیت. خب فهمیدین قراره با کامپیوتر کار کنیم و یکی از رباتای سگ طولش نزدیک میشه. وارد شدن به کامپیوتر قرمز بریم وارد سیستم بشیم. الان همشون یا ویروس دارن یا هم چیزن. خب ویروس ها رو حذف میکنیم. حذف 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 حذف. میریم و اینو تعمیر میکنیم. تعمیر شد و میزنیم. حذف حذف حذف. وای ریدیم. خدایا سلام دوباره. الان که من دارم ویدیو میگیرم فردای دیروزه، ولی شما نمیدونین راجع به چی دارم حرف میزنم. بله من الان فردای دیروزم. آقا ما نه این بار میخوایم ببازیم، نه این بار کم میاریم، سنگین میریم میبریم. حذف. اول این حذفی ها رو بزنیم همه رو. خب این الان رفت. میزنیم تعمیر. دوباره مثل
دست قبل خراب نکنیم. تعمیر. A few moments later. تعمیر. وای فقط 3 تا مونده. تعمیر بجنب. جان ما. یکی. تمام بردیم. خروج. خروج رو نزدیم. وای شیت. اوکی تموم شد بچه ها، تموم شد. خب گفته بود بعد اینکه انجام دادی بیا به اتاق امنیت. اتاق امنیت کجاست؟ اون اتاق تعمیرات. اوکی این اتاق کارمندان، اون اتاق سروره. Where is the اتاق امنیت؟ نکن اینجا. خسته نباشی. اوکی. هفته بعد میبینمت. دمت گرم. عالی. تموم شد. نیومدی یارم سر قرارش، دلم